خودروی رونیز شماره 58 به 158 اینا 22 خدمت عرض می‌کنم. دو تا سبقت غیر مزاج داشت. می‌بینین که مثل اینکه چیزی هم مصرف کردن بچه‌ها. کلم افتاده. سرعتش غیر مجاز. دوربین چقدر ثبت کرده؟ دوربین 110 کیلومتر ثبت کرده. یک کیلومتر دیگه دنبالشون میریم میخوان چیکار کنن. چی گویی بخورن؟ یه سبقت خیلی خطرناک داشت. بذار تو اتاق نروانیم چه خبره؟ بله میگم مثل که چیزی مصرف کردن. خط منقطع هم قطع کردشون. اینجا قطع کرد روی پل. بسیار کار خطرناکی بود. اعمال قانون باید حتما بشه این خودرو. بکنم ماشین پدرش باشه دوستمون. نه من میدم بالا داداشش. بسیار عالی. باز روی ساعتش غیر مجازه. باید یکی 60 تومنه داره 60 تومنه. باز رو میبینیم ساعتشو زیادتر کرد. اصلا تصدز بی رانندگی خودش نداره. بریم بقیه‌اش رو میبینیم چی توشون نشسته. شاید کسموس باشم به دست ما بخواه. برای ماشین بغلی داره. بریم بقیه‌اش. نه چیزی مصرف کردن. مطمئنم چیزی مصرف کردن. بله بدون راهنما تغییر لاین دادن. میبینم سرعت بازم غیر مجاز. دوربین ما داره لحظه ثبت میکنه. در پاکن هم زدن. چپ راست میخواد کل بندازه. 1 کیلومتر دیگه متوقفشون کنیم. متوقفشون کنیم. خودرو متوقف کنیم. خودرو رو بزن کنار آقا. بزن کنار. اعمال قانون یه پلیس رو هم برم. بله بریم. شما سرعتتون غیر مجاز بود. نه بابا من اصلا سرعت غیر مجاز نرفتم. راهنما نذارید سمت چپ بکشید سرعتتون لاین راست هم صفت گرفت. سلام آقا. آقا سمر کرده. سلام چی شده؟ میگه که خوش کرده. اصلا گوشی تو ماشین بچه. چی اصلا توضیح نیست که جا نوشتم ایشون یک بار خون داده. دیگه تو سیستم سرعت داشتن. آخه شما بدونید ماشیتی رو آتش که ایران ما نیست. ما اصلا نمیدونم ولی اگه سرگرد نه سرگرد کار همه رو بایده ما پول ما رو یواشکی بده چیز نمیدونم بابا بابا حد باشه جان سر اعمال قانون نکن اعمال فشار کنید برو این دو تا جلوشون تا برو کسی نبینه برو شما جان سر بعد ما به شما رونی داریم آقا کم بریم جان سر بریم اکبر بیا خاره بابا بیا خاره بیا کس خاره